فرصت کنم که در واقع بیشتر مشاهده کنم. خیلی ها بهش انتقاد دارن، مثلا میگن این مفتی سواریه، شما یه بار باید این سفر رو بری که بتونی در موردش نظر بدی. توی اون گفتگو خیلی اتفاق خوبی میفته. همه اینها وسیله هایی ان در سفر. مثلا خیلی وقتا تو اینستاگرام ما می‌بینیم طرف اسمشو گذاشته مثلا فلان هیچ هایکر، یعنی انگار اون یک هدف سفره، انگار اون یک ارزشه. بعد آدم‌ها شروع میکنن رقابت کردن که توی اون روش سفر قوی‌تر نشون بدن. اینها چیزی نیستن برای پوز دادن. اگر شما هیچ هایک میکنی، اگر کار داوطلبانه، خب دوست ندارم دیگه خیلی تو اینستاگرام فعالیت کنم، تو شبکه‌های اجتماعی دوستان مکتوب باشه، رسانه. عزت خاص خب یک جای خیلی جالب و بی‌نظیره واقعا. احساس می‌کنم دیگه تو 30 تا 40 سالگی عجله ندارم. من خودم اگه بخوام این نقطه‌ای روی این سفرم بذارم، مهمترین جایی که دیدم فیروزآباد. استفاده درست از نقشه خیلی مهمه. سفر جاده‌ای خیلی شگفت‌انگیز، بنزینم تو ایران مفته، آره. ارزون سفر. تا فعلا دم دسته ازش استفاده کنی. پیمان جان، الان وضعیت چجوریه؟ چی کار میکنی؟ باز هم سفر داوطلبانه میری خارج از کشور یا نه مشغول کار دیگه ای هستی؟ سفر داوطلبانه خب همیشه دوست دارم، ولی یه ذره شرایطم تغییر کرد. یعنی همچنان که شاید چند سال پیش تو اینستاگرام بیشتر در مورد سفرام میگفتم، الان دارم سعی میکنم تو کتاب بگم. گذشت زمان و تغییر سنم واقعا شما احتمالاً میدونید دیگه، یه ذره باعث میشه که آدم فکراش عوض بشه. الان بیشتر دوست دارم که سفرهایی برم که خیلی آرومتر باشه، فرصت کنم که در واقع بیشتر مشاهده کنم. در واقع مواجهم اون موقع تو سفر داوطلبانه یک جذابیتی بود توی دیدن یک آدم جدید، یک فضای جدید. حالا در مورد چیزام صحبت نکردیم، بعدم نیست در مورد در واقع هیچ هایک صحبت کنیم. چیزی که مثلا تو دهه 90 خیلی اومد بالا، آدم‌های زیادی شروع کردن به سفر هیچ هایکی، به این معنا که میری شما لب جاده و در واقع روی کاغذی کارتونی می‌نویسی مثلا من دوستان برم رشت. آدمایی که با ماشین رد میشن اگه جا داشته باشن میتونن شما رو سوار کنن و با هم بریم به اون مقصد. با اومدن کرونا این قضیه خب خیلی منتفی شد دیگه، بعدم خیلی رنگ باخت، ولی هنوزم خیلی من میبینم تو جاده‌ها اینجوری سفر میرن. خیلی ها بهش انتقاد دارن، مثلا میگن این مفتی سواریه، انتقاد میکنن بهش، ولی به نظرم چیزی از تجربه خود من که مثلا 40-50 بار اینجوری سفر رفتم، باز تبادل دوباره توی دوتا آدم یا چند تا آدم اتفاق میفته. تفاوت نگاه هست دیگه. حالا اون که میگی مفتی سواری تفاوت نگاهه. بله دیگه. به حال حاصل از به نظرم عدم شناخت هم هست. آره. یعنی اینکه شما یه بار باید این سفر رو بری که بتونی در موردش نظر بدی. و اینکه اصلا هدفت از اون نوع سفر چیه؟ مثلا من به نظرم آدم‌های زیادی هم هستن که هیچ هایک میکنن چون دوست دارن مجانی سفر برن. اونم اشکالی نداره. مثلا دانشجویی که خب نمیتونه مثلا با هواپیما بره قشم، از تهران پا میشه با هیچ هایک تا بندرعباس میره. یه چیز میونه کلامت این که این نوع روش سفر فرق میکنه با تاکسی سوار شدن و دربست گیری. حتی تو دربستی هم که شما میگیری ناخودآگاه با راننده حرف میزنی. در واقع این نوع روش این بوده که تو ناخودآگاه با یک شخص غریبه‌ای که هیچ شناختی نداری هم مسیر بشی و یک زمانی رو با هم سپری کنی. در نتیجه یک گفتگوهای ناخودآگاه پیش میاد، مگر اینکه طرف دیگه اصلا کلا در واقع اون ارتباط ایجاد کردن رو بلد نباشه. بله. در واقع هدف این نوع سفرم فکر میکنم همین هست. در واقع فرقش اینه که شما وقتی تاکسی سوار میشی یا با راننده با اتوبوسی سفر میکنی، اون آدم چون کارش اینه خیلی حوصله نداره با شما گفتگو کنه. شما خیلی چون قرارداد یه پولی رد و بدل شد. وقتی پول از رابطه انسانی هست میشه، خب چیزای دیگه میاد بالا. معمولا شما وقتی هیچ هایک میکنی، خب مثلا راننده کامیون، چون کامیون زیاده تو جاده و اینا هم تنها، مثلا راننده کامیون سوار میشی یه دفعه وارد یک دنیای جدید میشی. یعنی اینکه اصلا یه راننده کامیون چه جوریه و خب جالبه دیگه. مثلا من خودم تجربه‌ای که داشتم، ممکنه طرف یعنی یک بار که خیلی آدم خیلی برام جالب بود، بچه‌ها ما چند نفر بودیم، مثلا همه خیلی شاد و یه موزیک خوبی گذاشته بود، هر کی یه غیری میداد و گوشی این راننده زنگ خورد و یه کسی باهاش صحبت کرد، تمام شد، هیچی نگفت، ولی مثلا یه ذره رفت توی خودش. بعد ما نیم ساعت بعد که ازش پرسیدیم مثلا چی شده، گفت مثلا مادر بزرگم فوت کرد ولی من چیزی نگفتم که شما مثلا حالتون خراب نشه.
خیلی برای من تجربه شگفت انگیزی بود که مثلا کسی که شما یک کلیشه‌ای در مورد راننده کامیون ممکنه ساخته باشی، ولی من در مواجهام دیدم که چقدر متفاوته. این باز دوباره اون دیدن، تجربه کردن اون در واقع است. توی هیچ‌هایک هم معمولا مثلا آدمی که تنهاست شاید شما رو سوار کنه، خانواده ها خیلی این کار میکنن، به خصوص اگر مثلا دختر پسر باشین. و به نظرم تجربه جالبی، به خصوص توی یک سنی، یعنی توی یک سنی یا توی در تجربه اول، اینکه تو وقتی هم سوار میشی برای اینکه اون حال مفتی بودن نباشه، به هر حال صحبت باید بکنید دیگه، مثلا نباید بخوابید عقب، دربست که نگرفت. توی اون گفتگو خیلی اتفاق خوبی میفته. مثلا اون خانواده کردن، شما تو تهران زندگی میکنید، اونا میخوان برن مثلا سنندج پیش خانوادهشون، شما همراهشون میشید توی قسمت، خیلی اتفاقای خوبی میفته. خیلی دوباره میگم تبادلات فرهنگی اتفاق میفته. فقط یه نکته‌ای که به نظر خیلی مهمه اینه که همه اینها وسیله‌هایی ان در سفر. مثلا خیلی وقتا تو اینستاگرام شما می‌بینید طرف اسمشو گذاشته مثلا فلان هیچ‌هایکر، یعنی انگار اون یک هدف سفره، انگار اون یک ارزشه. بعد آدم‌ها شروع میکنن رقابت کردن که توی اون روش سفر قوی‌تر نشون بدن خودشون، در حالی که به نظر اینا همشون وسیله‌هایی ان برای شناخت خود، برای شناخت جامعه، برای تبادل فرهنگی. حالا یکی هیچ‌هایک میکنه، یکی کار داوطلبانه میکنه. یعنی خیلی به نظر مهمه که تو این گفتگو در مورد این صحبت کنیم که اینها چیزی نیستن برای پوز دادن. اگر شما هیچ‌هایک میکنی، اگر کار داوطلبانه میکنی، اگر در واقع هر جوری سفر میکنی متفاوته، این تفاوت الزاماً دلیل، مثلا توی کشورهای خارجی من هیچ وقت ندیدم کسی که هیچ‌هایک میکنه خیلی بره یه پیج اینستاگرام بزنه هی عکس و ویدیو بذاره. اون آدم هیچ‌هایک میکنه برای اینکه اتفاقا بره در یک تنهایی خودش تو جاده 1 ساعت منتظر بمونه. این خیلی مهمه به نظرم، چون متاسفانه خیلی تو دهه 90 این شکل دیگری رواج پیدا کرد. یعنی تقصیر همه ماهایی که هیچ‌هایک میکردیم هم بود به نظرم، به سهم‌های مختلف. ولی اینم به نظرم خوب بود که در مورد صحبت کنیم که در واقع اینها هدف سفر نیستن، وسیله‌ای هم برای رسیدن به اون هدف‌های شخصی هر کسی از سفر کرد. آره باهات موافقم. یه ذره این فضای اینستاگرام که اصلا اومده، کلا مثل خیلی چیزهای دیگه قبل از اینکه فرهنگ چیزی بیاد یا اصلا مجموعی باشه به موازاتش بیاد فرهنگ سازی بکنه، ولی خب اونا سرعتش بیشتره دیگه. و من کلمه تله رو به کار میبرم، حالا به جای الگوریتم میگم تله است. یعنی به هر حال اون یک کمپانی و یک بیزینسیه که برای منفعت خودش داره فعالیت میکنه و اصلا نیازی به اینکه بخواد فرهنگ سازی بشه نداره و یک رقابت ناسالمی رو ایجاد کرده به نظر من تو فضا و همین رقابت ناسالمه باعث میشه که آدم ناخودآگاه درگیرش بشه و اونجاست که آدم میتونه هوشمندانه عمل بکنه که اون فاصله رو رعایت بکنه، یعنی درست از اون اینستاگرام استفاده بکنه. آره منم خیلی باهات موافق هستم. ولی برگردیم به همون موضوع، فکر کنم هر جفتمون موافق می‌کنیم که اصلا فضای مطلوبی نیست در اینستاگرام. ولی برگردیم به همون تجربیات خودت و سفرهای جاده‌ای که الان داری. بله من هی پرانتز باز می‌کنم میرم تو پرانتز. نه خیلی خوبه بحث میره به اونور. سفر جاده‌ای هم من یه ذره با آدم‌های خیلی ارزشمندی که آشنا شدم، مثل ایرج افشار، مثل منوچهر ستوده، مثل همایون صنعتی زاده، واقعا آدم‌هایی که بسیار بزرگ بودن و دیدم که خب شکلی از سفر که اینا میرفتن خیلی برای من جالبه. آقای افشار یک کتاب داره، من اسم کتابو خوب یادم، شما شاید بتونید کمک کنید. گلگشت فکر آره گلگشت‌های گلگشت، که این حاصل 50-60 سال سفرهای ایشونه که تو جاده میرفتن از دهه مثلا 20 تا دهه فکر کنم دیگه 70. دائما صحبت از سفر ایرج افشار و ستوده و امثال این عزیزان میشه، با سفرهای امروزی با فرق میکنه ها. بله. چند وقت پیش نمایشگاه گردشگری بود، ما رفتیم با دوستان، بعد اصلا نگاه کردم میگم آقا اینا چجوری دارن میرن سفر؟ یه کوله مینداختیم رو دوشمون، نهایتا چه میدونم شیک میخواستیم بگردیم، گاز و نودل و چه میدونم چند تا تنقلاتی که بخوایم خودمونم درست کنیم همراهمون بود. الان بخاری میبرن، چه میدونم دیسکو میبرن، اصلا یه فضایی رو دارن میبرن که اصلا جای تعجب داره. ولی صحبت از سفرهای افشار یا آقای ستوده میشه سفرهایی که قدم به قدم یک منطقه رو وجب به وجب گشتن و نوشتن. من از همون جنس سفر مسئولانه میبینم دیگه. یعنی حالا به نظرم هر کسی هر جوری دوست داره سفر بره تا جایی که به طبیعت آسیب نزنه و اون الزاماتش رو رعایت کنه. مثلا یکی دوست داره بره برقصه، دوست داره بره برقصه.
ولی تا جایی که آسیب نزنه و آرامش بقیه به نظرم این اوکیه. ولی سفر مسئولانه همون چیزی که من دیدم، یعنی باز برگردیم به بحثمون، دیدم که خب این آدم‌ها چقدر جالب سفر می‌رفتن و یه جورایی هم کسایی که تنشون به تن اونا خورده بود اصطلاحاً هم که دیدم که در قید حیات هستن، دیدم چقدر این آدم‌ها جالبن. یعنی حتی به نظرم شاید دهه 20 دهه 30 دهه 40 ایران خب دهه درخشانی از لحاظ این حوزه ها و میدیدی چه آدم‌های تربیت پیدا کردن که چقدر اصولی سفر میرن، چقدر براشون مهمه. من چند وقت پیش توی نمایشگاهی رفته بودم، آقای کسراییان در واقع داشتن با آقای متأسفانه اسمای یادم میره، از آقایونی هستن که تو محیط زیست ایران بودن توی فارس، یعنی خانواده‌ای هستن که تو فارس هستن. ایزدی بهمن ایزدی؟ نه حالا بعدا درشوری. آره آقای درشوری میگفتن ما عادت داشتیم همیشه یه دونه خودکار و کاغذ تو جیبمون باش و هر شب بنویسیم، یادداشت کنیم این گزارشات. حالا این حرفای آقای درشوری، این نوشته‌های آقای افشار، آقای ستوده، آقای اقتداری، خیلی‌ها بودن دیگه این کار کردن، آقای صنعتی زاده. من اینجوری بودم که هم جالب بود، یعنی از 3-4 سال پیش اینجوری بودم که خب دوست ندارم دیگه خیلی تو اینستاگرام فعالیت کنم، تو شبکه‌های اجتماعی، دوستان مکتوب باشه رسانم. بعد بیشتر که خوندم از این دوستان دیدم که چه کار ارزشمندی کردن. یعنی اگر خیلی چیزها رو ما الان داریم، خیلی نقشه ها رو داریم، خیلی نقاط رو میشناسیم، کار این دوستان بوده و متاسفانه خیلی ازشون یاد نمیشه. یعنی از خیلی‌ها یاد میشه ولی از این دوستان یاد نمیشه. بعد کم کم ایدم این بود که خب با رود تریپ یا سفر جاده هم آشنا بودم. اینجوری که شما یه ماشین برمی‌دارین، 3-4 تا دوست یا خانواده و یه سفری رو شروع می‌کنین. صبح پا میشین، شروع می‌کنین زدن به جاده، ولی معمولا از بزرگراه‌ها نمیرین، از جاهای فرعی میرین، برای اینکه بزرگراه معمولا تخریب شده اون فضا. ولی از جاده‌های فرعی میرین، رو نقشه میگردین، مثلا یک جایی که جالب تاریخیه، یک مثلا آتشکده، یک چیزی که شاید از مسیرهای اصلی مثلا مشهد تهران هیچ وقت نمیبینیش. با یک برنامه‌ریزی مثلا 7 روز 8 روز 1 ماه 2 ماه هر جوری که هر کسی دوست داره با ماشین صبح راه میافتین، اون جاها رو میبینین، شب یک اقامتگاهی میخوامین، استراحت میکنین، دوش میگیرین، دوباره فردا راه میافتین ادامه میدین. یه جورایی میگم الگوم این سفرهای این دوستان بود. خب اونا خیلی سفرهای سختری بوده، جاده‌ها خیلی سخت‌تر بوده، ولی شروع کردم به سفر رفتن. چند تا سفر جاده‌ای رفتم الان توی این 3-4 سال اخیر. 2-3 بار رفتم در واقع سمت آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارومیه. خیلی جالب بود. مثلا من خودم این دیدن کشاورزی در اونجا، چیزی که خب از دهه 30 و 40 می‌بینین که در واقع اونجا یک مهد کشاورزی و دامداریه. دیدن اون اصلا ابزارالاتی که اونجا از اون موقع هست، دریاچه ارومیه که در واقع چقدر تغییر کرده و چقدر بافت دورش متفاوته هر طرفش. دوباره باز برمیگردم به همون مشاهده دست اول از در واقع اتفاقات و آروم. یعنی اینکه شما وقتی دارین توی جاده‌ای با سرعت 60-70 تا میبینین کشاورزا دارن کشاورزی میکنن، فصلشه، مثلا اون کاه و گندم و جو چجوری برداشت میکنن، کجای خونه‌شون میذارن، غذای محلی رو میخورن، انگار یک مواجهه آرومیه و روبرو شدن آرومیه که توی دهه 20 تا 30 سالگی من خیلی سرعت سفرام بیشتر بود. یعنی یه کوله دستم بود، همش خواستم ببینم، در واقع خیلی هیجان داشتم. احساس می‌کنم دیگه تو 30 تا 40 سالگی عجله ندارم. نه عجله دارم که منتشرش کنم، عکسامو مثلا هی بذارم. بیشتر اینجوریام که دوست دارم با یک آرامش و ته‌نشین شدنی سفر کنم. ممکنه یه جایی که دوست دارم مثلا 1 ساعت با یک آدم در واقع محلی بشینم صحبت. برای دل خودت یه جوری برای دل خودم و سفر یک چیزی از اون میگیرم دیگه. در واقع انگار یک تجربه، یک باز دوباره یک تبادلیه. یعنی ممکنه اون آدم یک چیزی به من میده از جنس آرامش، از یک جنس خاطره محلی. مثلا همایون صنعتی زاده خیلی وقتا میبینی که میره با کسایی که در واقع کار نگهداری آب میکردن، پخش آب میکردن توی روستا، از اونا یک سری چیزا یاد میگیره، در مورد تقویم‌های ایرانی. بعد میره تو صنعتی که کار میکنه از اون استفاده میکنه. یعنی به نظرم خیلی این چیزها کمک میکنه حتی تو زندگی روزمره. خلاصش کنم، بعد از اون سفرهای در واقع جاده‌ای، یه سفر جاده خوزستان رفتم که خب میراث‌های جهانی خیلی برام جالب شد. دیدن میراث‌های جهانی خوزستان که خیلی هم با شکوهن. خود خوزستان رو امسال این رو سفر رو رفتم توی بهار، بسیار خوب بود. خوزستان خیلی زیباست به خصوص تو بهار. و یه سفر جاده هم اخیراً رفتم که بیشتر دوست داشتم این محورهای ساسانی رو ببینم که اخیراً هم ثبت جهانی شدن. یکی تو فیروزآباد و حالا
در واقع 1-2 تا کاخ دیگه هم مثل کاخ سروستان و یه سری سنگنگاره‌هایی که موجود بود. نقش رستم رو دوباره دیدم، جنوب فارس رو دیدم، لار و گراش و اون شهرهایی که خیلی کنار همن و خیلی هم مثلا از قدیم با امارات و عمان و کویت سری تبادلات داشتن. و همچنین بندر کنگ، یعنی یه جاده ساحلی خیلی زیبا هست. از در واقع بندر کنگ تا عسلویه من این مسیر رو رفتیم با دوستانم. اونم خیلی مواجهه جالبی بود با دریا. در واقع دریا یک سمت شما بود، جزیره ها رو میدیدی و از کنار روستاها رد میشد. این سفر حدوداً 11 روزه بود. یه ذره جزئی تر میگی مثلا مسیر رو بگی که حالا این که میگیم سفر جاده‌ای، خب الان نقاطی که گفتی تقریبا پراکنده بودن توی فضا، یعنی روی نقشه که داشتم تجسم میکردم دیدم یکی رو از شمال غربی گفتی، یکی رو از این طرف گفتی، ولی طول مسیر رو میخوام به ترتیب بگی که یک مثالی باشه اصلا. در واقع ما از تهران رفتیم اصفهان رو رد کردیم، ایزدخاست خب یک جای خیلی جالب و بی‌نظیره واقعا. قلعه‌ایه که خیلی از کسایی که اهل سفر بودن، جهانگرد بودن، توی مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش از این جاها طراحی کردن، یعنی قبل از اختراع عکاسی هم طرح می‌کشیدن. خیلی طرح‌های جالبی از ایزدخاست هست در واقع که برای من جالب بود ایزدخاست رو ببینم. یک دژیه که در واقع بالای یک تپه‌ای قرار داره، خیلی با شکوه بود، خیلی دوستش داشتم. با اون که خراب است، یعنی الان که می‌بینی شکوه اون زمانش رو حس می‌کنی. دقیقاً اتمسفر کاملا سر جاش. ایزدخاست رو دیدیم، از ایزدخاست رفتیم پایین تا شیراز، از شیراز رفتیم به سمت جهرم. اونجا هم خیلی برای من شگفت انگیز بود، یعنی مرزی که وجود داره بین استان‌ها. مثلا شما از یک دفعه فارس و فضایی که وجود داره، مرکبات اونجا زیاده. یه دفعه وارد یه سری روستا و شهر میشه که نخل وجود داره، میشه دشتستان. آره میشه دشتستان. و این مواجهه بین مرکبات، مثلا یه دفعه یه نارنج میبینی، یه نخل میبینی، اصلا اینجوری که اینجا کجاست. 2-3 تا روستای خیلی خوب رفتیم که باغ‌های مرکبات داشت و باغ‌های نخل و انار. مثلا دوباره من اینجوری که اصلا فکر نمی‌کردم اونجاها همه اینا رو با هم داشته باشه. بعدش رفتیم لار، گراش و یه شهر دیگه هم اونجا هست. لار و گراش و لامرد داریم. نه، جزو همین شهرهایی که در واقع خیلی امارات و اینا رفتن. شانس ما حالا بازار لار تعطیل بود چون بازار بسیار خوبی داره، ولی روز جمعه رسیدیم. اونجا خیلی جالبه، خیلی آب انبارها زیادن. خود آقای اقتداری در واقع توی گراش دفن شدن کنار همین آب انبارهایی که حالا اونجا میگن برکه بهش دیگه، کنار برکه ها دفن شدن. سنگ قبرهای خیلی شگفت انگیزی من اونجا دیدم. دوباره نقش شیر و خیلی چیزها، شیرایی که سنگی قدیمی اونجا هم بود و همون ارتباط فرهنگی با کشورهای مثل کویت و امارات تو خانواده‌ها کاملا دیده میشد. خب خیلی سفر چون طولانی بود وقت نشد خیلی اونجا بمونیم. تخت جمشید و نقش رستم، نقش رجب رو دیدیم. این باز دوباره چون این دفعه من با مطالعه رفتم خیلی برام جالب بود که مثلا نقش رستم چقدر شگفت انگیزه و چقدر دوره ساسانی دوره ارزشمندیه و ما خیلی ازش نمیدونیم، یعنی من ازش خیلی نمیدونستم. بعد اونم که خب به لار و گراش رفتیم. بعد از اون جاده رفتیم پایین به سمت البته اومدین شیراز، جهرم. نه دیگه، در واقع پایین تر از شیراز لار و گراش رو دیدیم. از اونجا در واقع از سمت بندر خمیر اومدیم رسیدیم به بندر خمیر. از بندر خمیر رفتیم بندر کنگ. بندر کنگ رو من خیلی دوست داشتم ببینم. من یه دوستی هم دارم، آقای پارسا، علی پارسا، که یه کتاب خیلی خوبی نوشته در مورد بادبان‌های جنوب. با هم یه بار گپ و گفت داشتیم. بله یک بار باش در موردش. یه بار قرار بود که اصلا با خدای پارسا هم صحبت کردیم، قرار شد کتابشو چاپ کنیم، حالا به دلایلی. این بندر کنگ خب جاییه که خیلی تاریخ دریانوردی داره، یعنی از سالهای خیلی قبل یکی از مراکز مهم دریانوردی ایرانیان بوده. از کشورهای مختلف، از آفریقا، از هند محصولاتی می آوردن، از ایران هم محصولاتی می بردن. ولی شگفت انگیزش اینه که خب اون موقع که کشتی و قطب نما اینا نبوده، واسه از ستاره ها، بادها این قایق‌ها حرکت می‌کردن و شما ممکنه یک سفری به عنوان ملوان می‌رفتی، 1 سال بعد میومدی برمیگشتی به بندر کنگ. خیلی کارهای ارزشمندی اونجا کردن با کمک دوستانی که اونجا هستن، خانم آراسته که معماری هستن که اونجا طرح جامع مطالعات اونجا انجام دادن و شهرداری که بوده کاملا بندر کنگ بافت قدیمیش مونده، بازسازی شده. خیلی از اون در واقع بادگیره‌ها موجودن
و یک آقای ابراهیمی که متأسفانه اخیراً هم فوت شده، اونجا یک موزه تو خونه خودش درست کرده تو 40-50 سال اخیر. یعنی هر کیو تو بندر کنگ دیده رفته به شما گفته یه دونه عکس 3x4 بده از مثلا نسل خیلی قبلی که مثلا 40-50 سال پیش فوت شدن تا الان. از هر کی عکس 3x4 گرفته، وسیله‌های دریانوردی گرفته، خودش جمع کرده. کسایی که تو دریانوردی بود، صنعت دریانوردی بودن، کسایی که تو بندر کنگ تو اون موقع بودن و احتمالاً هم ارتباطاتی داشتن دیگه، چون اکثرا آقایون بودن. و یه موزه تو خونه خوش درست کرده. حالا ایشون متأسفانه چند ماه پیش فوت شدن، ولی در خونهشون به لطف بچه‌هاشون هنوز بازه. یعنی شما اون گردشگر برین بندر کنگ بگین موزه آقای ابراهیمی، میتونین برین و موزه رو ببینین. یک فضای خیلی جذابیه که باید دیدنی پر باشه. از عکس، پر از وسایل دریانوردیه. حالا خلاصه کنم، از بندر کنگ ما رفتیم به سمت عسلویه. اونجا پر از مسیرهای جذابی بود که متاسفانه بعضیشون به خاطر همین معرفی زیاد و عدم توجه حوزه مقامات حوزه گردشگری داره تخریب میشه. جاهایی که معمولا مردم میرن مثلا غروب ببینن، جاهای خیلی بکری هم هست. بعضیش هم خب هنوز خیلی شناخته شده نیست، ولی ما خیلی آروم تو اون مسیر ادامه دادیم. خیلی زیرساخت‌ها اونجا ضعیفه برای مثلا اقامت و شبمانی و خیلی بهش توجه نشده تا عسلویه. ولی خب یک سمت ما خلیج فارس بود، دونه دونه جزیره ها رو میدیدیم، مثلا کیش رو میدیدیم، خیلی برامون جذاب بود، یا لاوان رو میدیدیم، از این سمت در واقع میدیدیم. دیگه رسیدیم تا عسلویه و از عسلویه بندر سیراف که دوباره بندر سیراف هم خیلی بندر قدیمی و تاریخیه مثل کنگ. از اونجا اومدیم بالا تا فیروزآباد. فیروزآباد هم که من خودم اگه بخوام یه نقطه‌ای روی این سفرم بذارم، مهمترین جایی که دیدم به فیروزآباد. بله. که دوباره ما وارد استان فارس شدیم و سازهای ساسانی که اخیراً ثبت میراث جهانی شده شگفت انگیزه. یعنی هم آدم قصهش میگیره به خاطر اینکه رها شدن، خیلی تخریب شده. یعنی شما اطراف اینا راه میری پر از سفاله، پر از سفالاییه که در واقع مشخصه که تاریخ دارن، رنگ و لعاب دارن و بارها جاهای مختلفی که اینا رو کندن، چون اخیراً هم اینقدر توی فضای مجازی در مورد گنج و گنجیابی تبلیغ شده و مسائل مالی که وجود داره، به شدت دارن اینا تخریب میشن. ولی کلا اون در واقع سازه‌های ساسانی اطراف فیروزآباد شگفت انگیز بود و خود برای من یک نقطه مهمی در سفرم بود. دیگه از فیروزآباد هم آروم آروم اومدیم بالا شیراز و اصفهان و برگشتیم تهران. خیلی سفر طولانی بود، خیلی خسته کننده بود. 11 روز بود و سفر جاده‌ای بود که ما استراحت نمی‌کردیم. یعنی صبح پا می‌شدیم، یه صبحونه می‌خوریم، می‌ذاریم تو جاده، می‌دیدیم اتفاقاتی که مارک کرده بودیم روی گوگل مپ و شب دوباره می‌رسیدیم یه جا استراحت می‌کردیم. سفر خیلی خسته کننده‌ای بود ولی خب لازم بود، یعنی باید همین جا رو می‌دیدیم. بخوام 2-3 تا نکته هم در مورد سفر جاده‌ای بگم، یکی استفاده درست از نقشه است. یعنی اگر برای دوستانی که اینو گوش میدن یا میبینن، استفاده درست از نقشه خیلی مهمه که شما همیشه روز قبل بتونی روی گوگل مپ مثلا نقاطی که میخوای بری رو ببینی، جادهش خاکی آسفالت، در موردش سرچ کنی، کجا میخوای نهار بخوری. حتما شب تو جاده نباشین چون این خیلی خطرناکه، به خصوص که خسته میشین. در واقع تا عصرش بتونین جایی که میخواین بمونین رو انتخاب کنین و با اونجا رزروش کنین اقامتگاه رو. این نکته ها رو اگه آدما رعایت کنن، سفر جاده‌ای خیلی شگفت انگیزه. بنزین هم تو ایران مفته، میتونین راحت ارزون سفر تا فعلا دم دسته ازش استفاده کنین. آره تجربه جذابیه. یعنی سفرهای جاده‌ای، حالا من نه با این اصطلاح سفرهای جاده‌ای ولی سفرهای دیگه‌ای هم اینجوری دیده بودم یا در واقع تجربیاتی داشتم. خیلی هم خوب، عالی بود. من که لذت بردم. یه دور باهات این سفر 11 روز اومدم و یه لذتی بردم. یه استراحت دیگه داشته باشیم، بعد بریم سراغ مراکش و دیدنی‌هاش.